دوستان عزیز، امروز 19 ایول سال 2026 میباشد. قرار داریم در شهر ترسونزاده در باغ یک از انگورپروران ماهر جمهوری تاجیکستان، محمد جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به گروه انگور و باغ و من خوش آمدم به شما. خدای تعالی پای قدمی ها رو در اینجا پرفیض و برکت کند. رحمت. ما قرار داریم در نزدی زیر چویلوب انگوری پریابرژینیا، یعنی شاهانه در ترسونزاده آق شاهانه گفتن، به زبان ازبکی در ازبکستان آق شاهانه موندن رو شاهانه سفید و در حقیقت این از شاهانه سرخ گذشت. بله این خوبتر نظر به شاهانه سرخ این صفتش خوبتر شده. حاضر بله باز همین کیلوش چند پول رفت است؟ کیلوش 20 سوم از باغ رفت است. برای چی 20 سوم؟ برای آنکه این صفت بلند دارد. باغداران عزیز، این پریابرژین حال بسیار نیست، ولی ترسونزاده بسیار دارد. نه بسیار نه. بسیار نه ها؟ این که شما پیوند کردید این رو؟ پیوند کرده بودم. کدام سال؟ 20 سال. 20 سال. من چند سال است میوه میدید شما؟ میگیرید؟ دویم سال و حاصلش گرفتگی بودم. دویم سال ده حاصلش گرفتگی بودن. انا هم دیارون عزیز اینا ببینید که محمد ما چقدر پرهنر است که انگورهایش رو ببینید، این باغش رو ببینید، همه انگوری خوش صفتی، اعلی صفتی، قیمتان حال مانیکور چیزش اواترش نپخته است. به همتون گفته بودیم یعنی که این پریابرژینی همه رو زد. اینا ببینید، انا انگشت ما رو ببینید، کلونش یک نر انگشت منبرین، منه یک نر انگشت منبرین. اینا یک خوشش چند کیلو میبره محمد جان؟ 1 کیلو تا 4 کیلو میشه. 1 کیلو تا 4 کیلو میشود. بعد این کی پخته رسیده بود الکی؟ این سال کم تک دیر مانده. چندم چیسلا پخت؟ خب چندم چیسلا بود؟ 15 روز پیش بود ده. یعنی نظر به دیگر انگورها این باز پیشپزکتر، درست؟ این باز پیشپزکتر بوده است. همدیران عزیز، از این ما نهال کردیم، بسیار نداریم، 500 تا داریم. اگر از این کدامی باغ کند اگر صاحبی پول می شود. دوستان عزیز، مصلحت من به دهقان ها این اگر در طرف شهر توز یا قبادیان شود، محمد جان گفت 15 روز پیش، اونجا ده با 15 روز پیش، یعنی یک ماه پیش در اونجا میپزد. 19 ایول نه و البته بازار امروز 19 ایون بازار میبرد، درست؟ و این بسیار به دهقان مفید است، بسیار مال خوب است. این رو چیکار کردن در کار؟ این رو این دو سه تا میبندد کو ها، در یک نوده 3-4 تا میبندد. اگه من گپ زنم محمد جان گپ ما رو تصدیق کنید یا تصدیق نکنید، اگه جو خطا کردم اصلاح کنید. این در یک نوده دو تا 3 تا 4 تا میبندد. این 3 تا 4 تاش رو میبرید و یک تاش رو میمونید و تگش رو با کالتا میکنید و مایدهش رو تازه میکنید. تو بتوری هم دیور نزدیک خاک من کم کمک میدونم، چنین پروفسیونالونا میدونم، کم کمک میدونم. انا بعد میگیرید انگوری انا این خیلی 20 سومونه. دوستان عزیز، این انگور زیب همه معرکه، زیب خوردن، این شیرینیش رو نمیگیرید. واسه من بسم الله الرحمن الرحیم، واسه من رو میگن که نخور، که من میخورم. بیمالا نه شما نه، اینترنت رو میگن نخور. با قرص میکنن. این زیب خونه شما انگور زیب شما دارد، این حالش رو از من خریداری کنید. محمد جان با شما یک جان تشکر، دست شما در نکنه. همین خیلی باغداری در تاجیکستان پیش برید. در انگور پروری تاجیکستان حاضر در آسیا من رقم 1 رفته است. رحمت شما ده برای قدر کارتون. همدیران عزیز، نسبت محمدی ما یگان سخنهای خوب داشته باشد، سخناتون رو گویید، لایک کنید، پادپیس کنید. رحمت.